دادگاه نویه سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 21 مارت سال 2023 خبر داد که پرونده قتل بیرحمانه دختر مکتبخوان عبدالسوده رو که ماه ایول سال 2022 از سوی دوست پسر تاجیکش کشته شد به بررسی گرفته است. شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود همرویف که خود را در همان جا همچون رمان همرویف معرفی میکرد، بر اساس ماده 105 کودش جنایتی روسیه به کشتار، بر اساس ماده 119 به تعدید کشتار و بر اساس ماده 117 به عذاب و عقوبت عیبدار می شود. خدمات مطبوعات دادگاه نویه سوید در اطلاعش گفت با قرار دادگاه از 21 مارت سال 2023 مدت حبس امرویف تا 13 سپتامبر سال 2023 تمدید کرده شد. مرافعه این پرونده در پشت درهای بسته روز 20 اپریل سال 2023 آغاز می‌یابد. طور بامداد قبلا خبر داد یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان با نام رمان همرویف یا خوشنود امرویف روز 27 ایول سال 2022 در شهر نوسیبیرسک روسیه با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش آناستاسیا دختر عبدالسوده مکتبخوان از شهر با نوسیبیرسک همسایه برسک دستگیر شد. لحظه این کشتار را که شب 26 ایول سال 2022 در کوچه لیساسچنایا در محله نیژنی ایلسوفکای نویه سوید در کناره‌های جنوب نوسیبیرسک همگی 16 کیلومتر دورتر از برسک روی داد. یک راننده که اون شب تصادفاً در آنجا بود توانست با ویدیو کامرای ماشینش ثبت کند. این راننده و هم راننده یک تاکسی دیگری راهگذر که شاهد بیرحمانه معشوقش را کشتن امرویف شدند در آن لحظه از ترس نتوانستند که با کمک جبری دیده بیایند. در سب دیده میشود که جوان با ضرب کورد دختر را در روی راه به زمین میافتاند و بعد افتیدنش نیز به بدن او با کورد ضربه زدن میگیرد و سپس آن جوان توسط جنگلی که در کنار راه بود فرار میکند. بعد رفتن او آن دو راننده شاهد به پیش دختر میشتابند ولی او الکی در جای حادثه جان داده بود. تشخیص بعدا در بدن او 17 زخم کورد را پیدا کرده است. شخصیت گمان برشونده را پلیس بر اساس ثبت ویدیو رجیستراتور ماشین راهگذر که دلیل شیعی اساسی در این پرونده شد زود معاین کردند. او خوشنود امرویف دوست پسر سابق آناستاسیا بوده 27 سال داشته است و قبلا هم در سال 2019 برای لطکو و تعدیل کشتن یک دوست دختر قبلیش به حبس گرفته شد. نیم سال در سزا به سر برد. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت آناستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردهش پشیمان است. آناستاسیا ماه سال 2022 همگی 2 ماه پیش از قتلش به سن 17 رسیده بود.